توی بازی یک سری تنظیمات هست که با روشن کردن اونها اگه سطح بازیتون پایینه شما رو به بالاترین سطح ممکن میرسونه. پس اگه دنبال تنظیمات خاصی هستین زمان برای شما به عقب برگشته و شما میتونید دقیقا همه تنظیمات قدیم و جدید رو همونطوری که میخواین تنظیم کنید تا در بازی حرفه‌ای تر بشید. واسه چی؟ سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو میخوام بهتون همه تنظیمات بیسیک و ادوانس پابجی موبایل رو بگم که بتونید با همه اونا آشنا بشین و بدونید که چه جایی از اونا باید استفاده کنید. اما قبلش ازتون میخوام که این ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. اولین تنظیمات نمایش گزینه شلیک سمت چپ. این گزینه بهتون یک ویژگی تیر اضافی میده که هیچ تأثیری روی حرکت صفحه شما نداره، ولی ویژگی شلیک یا مشتش فرض بازی قطعا باعث لرزش صفحه میشه. دیگه هم بگم که هیچ وقت این دوتا تیر رو روی هم نذار. تنظیمات دوم بولت اکشن که برای کنترل کردن شاتگان، کراسبو و اسنایپر در بازی طراحی شده. به حالت ریلیز یا همون رها کردن اون به این صورت عمل میکنه که با نگه داشتن تیر اسکوپ باز میشه و با رها کردن اون تیر شلیک میشه. و حالت اما حالت عادی یا پیشفرض بازی اسکوپ سه تا حالت داره: ضربه، نگه داشتن و میکس هر دو تا حالت. حالت ضربه تا همون تپ به این صورت عمل میکنه اسکوپ باز میشه و با یک بار زدن اسکوپ بسته میشه که بیشتر توسط پلیرهای دو انگشتی یا سه انگشتی استفاده میشه. حالت نگه داشتن یا همون هولد همونطور که از اسمش پیداست با نگه داشتن اون اسکوپ باز و با رها کردن اون اسکوپ بسته میشه که بیشتر برای چهار انگشتی بازی کردن انتخاب درستیه. وقتی که کامرا روتیشن روشن باشه هنگام هدفگیری میتونید صفحه رو با انگشت حرکت بدید، ولی موقع خاموش بودن این ویژگی نمیتونید با هدفگیری هیچ حرکتی انجام بدید که توسط برخی از جایروسکوپ پلیرها استفاده میشه. فعال کردن کویک اسکوپ سویچ باعث عوض کردن سریع اسکوپ در حین بازی میشه و نیازی نیست که از داخل کیف این کار رو انجام بدید. کانتنت سایت دو حالت داره که فقط روی اسکوپ کناری میره و حالت بعدی بین اسکوپ ها جابجا میشه که حالت دوم برای چهار انگشتی ها و بالاتر گزینه خوبیه چون اسکوپ رو روی حالت هولد میذاره. تنظیمات بعدی رو حتما باید روی هولد قرار بدید چون کنترل کردن زوم اسکوپ در این حالت راحت تره. با روشن کردن این تنظیمات دو ویژگی روی صفحه ظاهر میشه، ولی برای کنترل کردنشون ضربه، نگه داشتن و سه حالت برای انتخاب درست بین این گزینه هاست. با فعال کردن پیک و باز شدن اسکوپ هنگام پیک دادن اسکوپ با همون حالت باز و بسته میشه. هنگام پیک غیر فعال کردن این گزینه باعث میشه نتونید صفحه رو تکون بدید، ولی با روشن کردن این ویژگی میتونید هنگام پیک دادن صفحه رو هم تکون بدید. خب بریم سراغ ادوانس کنترل. تنظیمات مارک. فعال کردن یک ویژگی جدید روی صفحه ظاهر میشه که برای مارک کردن سریع داخل بازی گزینه خوبیه. صدای هدشات رو همیشه روشن بذارید چون واقعا یکی از بهترین صداها توی بازیه و حس خیلی خوبی میده. جامپ و کلایم دو تا حالت داره. حالت اولی به این صورت عمل میکنه که وقتی نزدیک دیوار بشین دو تا گزینه برای پرش یا گرفتن دارید، ولی حالت دوم اگه نزدیک دیوار بشین حتما خودش رو میگیره که یکی از مرگبارترین اشتباهات خیلی از پلیرها. پس حالت اول انتخاب درستیه. پرتاب سریع ویژگی برای پرتاب کردن نید، اسموک، مولوتوف و بقیه موارد پرتابیه که حتما باید روشن کنید. میتونید با دو بار انتخاب کردن این وسایل اونها رو سریع پرتاب کنید. با فعال کردن تنظیمات بعدی میتونید دسترسی خیلی سریعتری به این وسایل داشته باشید. به حالت چرخشی در میاد. اتو جامپ رو همیشه روشن بذارید تا برای پرش از هواپیما به طور خودکار همون جایی که مارک کردیم فرود بیاید. روشن بودن ویژگی بعدی باعث میشه قبل از پرش هر جای از مپ رو که لمس کنین به طور خودکار مارک بشه و نیازی نیست که مپ رو باز کنین و توی اون این کار رو انجام بدین. با روشن کردن ویژگی پرتاب میتونید کیت یا هر وسیله دیگه ای رو به سمت یاریتون پرتاب کنید. اگه میخواین دکمه هایی توی صفحتون به طور کامل ناپدید بشن میتونید این ویژگی رو روشن کنید و برای فعال کردن درست این ویژگی میتونید گزینه پابجی موبایل که بالا سمت راست نوشته رو چند ثانیه نگه دارین و همه دکمه ها به طور خودکار ناپدید میشن. برای اینکه بتونید اونا رو دوباره برگردونید میتونید دوباره همون نوشته رو نگه دارین تا دوباره دکمه ها به حالت اولشون برگردن. اسلاید آرنا که همه ایرانی‌ها میدونن چیه و هممون رو زخم کرده. FPP رو اگر روشن کنین میتونید تو حالت کلاسیک از TPP به FPP سریع سویچ کنید. FPP دینامیک هم که باعث میشه اسلحه زمانی که حرکت نمی‌کنین پایین‌تر از حد معمول باشه تا دید بیشتری داشته باشین. تنظیمات سنسیتیویتی جویستیک. اگه میخواین سرعت کاراکترتون خیلی زیاد بشه میتونید تا آخر حساسیت جویستیک رو بالا ببرید، ولی اگه میخواین سرعت درست و مناسبی داشته باشین باید بین 50 تا 75 بذارین تا بتونید
توی فایت های کلوز موومنت درستی بزنید. بالا بردن فاصله TPP و FPP باعث میشه که فضای دید بیشتری داشته باشید، ولی در بعضی مواقع باعث کم شدن دید در فاصله های نرمال میشه. پس این رو هم میتونید به صورت دلخواه تنظیم کنید. مارک استایل حالت کلاسیک که همون حالت قدیمی و جلو دید رو میگیره، ولی حالت مدرن به این صورت طراحی شده که جلو دید شما رو نمیگیره. پس حالت مدرن انتخاب درستیه. ویژگی ایم اسیست روشن بودن این ویژگی به شما در هدف گیری ها کمک میکنه، ولی خاموش کردن این ویژگی باعث میشه که ایم اسیست شما به حالت کاملا دستی تغییر کنه. اگه میخواین ایم اسیست حریف رو نابود کنین فقط کافیه دراپ شات بزنید. تنظیمات صدای پا روی صفحه. تنظیمات صدای پا روی صفحه سه حالت خاموش، افترمچ و کلاسیک مود داره. بهترین انتخاب حالت کلاسیک مود است که روی صفحه گوشی هم میتونید علامت های رد پای حریفان یا علامت شلیک ها رو ببینید. علامت گذاری خودکار محل برخورد باعث میشه که وقتی یارتون داره یکی از انیمیا رو دمیج میکنه به طور خودکار اون مکان برای شما علامت گذاری بشه. روشن بودن ویژگی بعدی باعث میشه که بتونید موارد هیلینگ رو رتبه بندی کنید و دسترسی خیلی سریعتری به اون داشته باشید. روشن بودن تنظیمات بعدی هم یکی از اشتباهات مرگباره. اگه توی فایت کلوزی باشین و یک بار چسب رو انتخاب کنین تا خون شما رو پر ولکن نیست. پس این تنظیمات رو خاموش کنین تا خودتون به صورت دستی این کار رو انجام بدید. باز شدن خودکار درها که همیشه باید روشن باشه، در غیر این صورت باید به صورت دستی همه درها رو باز کنید. تنظیمات بعدی رو حتما خاموش کنین تا بتونید این علامت رو از روی صفحه بردارید. پیام خودکار داخل بازی رو هم خاموش بذارین اگه صداها توی بازی اذیتتون میکنه. دنبال کردن فرود خودکار به این صورت عمل میکنه که با روشن بودن به صورت خودکار یک نفر از اسکواد شما رو برای فرود انتخاب میکنه. این ویژگی بیشتر در مواقعی که آفلاینی به درد میخوره. شتاب چرخش خاموش کردن این ویژگی باعث کاهش سرعت در حین چرخش سریع صفحه میشه و روشن بودن اون باعث افزایش شتاب در هنگام چرخش های سریع توی بازی میشه. پس این رو هم روشن بذارین تا سرعتتون بالاتر بره. نگه داشتن برای باز کردن نقشه رو هم در حالت خاموش قرار بدید. حالا اگه فهمیدین که چرا باید این کار رو انجام بدین توی قسمت کامنت ها بگید. روشن بودن نمایش خط وسایل پرتاب شونده. مواقعی که میخواین چیزی رو پرتاب کنین قبل از پرتاب با خط سفید مسیرش رو بهتون نشون میده که این رو هم میتونید خاموش یا روشن بذارید. برداشتن خودکار سلاح سرد رو خاموش بذارید برای اینکه ظرفیت کیفتون زود پر نشه. تنظیمات بعدی برای انتخاب سلاح در حین فرود اومده که بعد از فرود چه سلاحی بین شمشیر یا خنجر انتخاب میکنید. جایر اسکوپ سه تا حالت داره: همیشه روشن هنگام اسکوپ گرفتن و خاموش. حالت اول باعث پرو شدن شما و بقیه حالت‌ها یکی از دلایل نو بودن خیر از پلیرها. برعکس شدن جایر اسکوپ رو هم خاموش کنید تا سرتون گیج نره. ویژگی ام رو اگه روشن کنین یک گزینه جدید روی صفحه ظاهر میشه که باید برای کنترل کردن درست این ویژگی باید اون رو به حالتهای ضربه، نگه داشتن یا میکس تنظیم کنید. اگه ام کامرا روتیشن روشن باشه در هنگام استفاده از ویژگی ام صفحه شما با انگشت حرکت میکنه، ولی خاموش بودن این ویژگی دلیل اصلی حرکت نکردن صفحه هنگام استفاده از این ویژگی.